وزارت تندرستی تاجیکستان شام 3 سپتامبر خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری 23 حالت نو سرایت شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در این مدت 24 نفر از این ویروس شفا یافتند و خوشبختانه کسی نفافتیده است. در مجموع بنا به آمار رسمی وزارت از اول به قیدگیری پاندمی تا شام 3 سپتامبر در کشور 16963 حالت گرفتاری به کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شماره تا سانحه ذکر گردیده 16829 نفر 99 از در 2% شفا یافتند ولی 124 نفر متاسفانه فوتیدند. از آمار وزارت تندرستی برمی آید که تا شام 3 سپتامبر در تاجیکستان چه در شرایط خانه و چه در بیمارستان همگی 10 نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفتند.